در دایره چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بخشیده به روز جهانی فوتبال با تشبث ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت در یکجایی با فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در ورزشگاه استفسار ناحیه باباجان غفورov کنفرانسیای ولایتی تحت عنوان روز جهانی فوتبال جشن وحدت و حرکت برگزار گردید. رهبری ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت، نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت و سابقه‌داران فوتبال ضمن برآمد خود قید نمودند که باعث افتخار و خرسندی است که ساحه تربیت جسمانی و ورزش خاصه فوتبال در کشور زیر توجه و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سهم بی‌نظیر پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی سال به سال رشد و انکشاف یافته ایستاده است. فوتبال چون یکی از نمودهای عمومی‌ترین ورزش همچون پدیده ورزشی اعتراف شده دستاوردها در مسابقه‌های بین‌المللی از جمله در چمپیونات‌های آسیا اوید به فوتبال تا به راحت پیدا نمودن در چمپیونات‌های جهان شهادت گفته‌های بالا میباشد. فوتبال از همه نمود معمول و دوست داشته‌ترین عامه وسیع بوده مکانیزم مهم برای انکشاف جسمانی و معنوی و تربیت شخص علل خصوص در بین نورسان و جوانان و اینچنین جلب اهالی به تربیت جسمانی به حساب می‌رود. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت مخصوصا رئیس ولایت رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده برای رشد و عمومیت ورزش توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. دسته‌های ولایت سوخت در چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی یکم و دوم فعالانه اشتراک می‌کنند. همچنین در ولایت فوتبال کودکان و نورسان بانوها و فوتزال رشد و نمو یافتند. موافق معلومات‌های آماری در ولایت سوخت 49 ورزشگاه و 2060 میدانچه ورزشی که 70% آن با رشد فوتبال روانه شده است به قید گرفته شده است که در آنها منتظم ساکنان به ورزش مشغول میباشند. قید کرده شد که اعلان شدن روز جهانی فوتبال برای رشد و عمومیت این نمود ورزش زمینه مساعد فراهم آورد. در کنفرانس همچنین سابقه‌داران ساحه فوتبال جهت باز هم رشد و عمومی گردانیدن فوتبال در ولایت پیشنهادهای مفید کردند.